بالاخره مود بعدی مشخص شد. مود بعدی قراره که مود ومپایر و هالووین باشه. حالا اگه تو دوست داری همه چی رو راجع به مود بعدی بدونی، تا آخر این ویدیو با من همراه باش. الانم 2 تا بزن رو صفحه این پست رو لایک کن که بریم ویدیومون رو شروع کنیم. مود اصلی قراره توی چند تا جای مختلف باشه. جایی که واسهتون روی نقشه مشخص میکنم قراره که جزء مود اصلی باشه. حالا هوای مود اصلی قراره که به صورت مود هالووین و ومپایری باشه. یکی از قابلیت‌های مود بعدی اینه که شما میتونید تبدیل به خفاش بشید و توی ارتفاع پایین و ارتفاع بالا پرواز کنید. به نظر من که این قدرت خیلی خوبه. همیشه تو مودایی که قدرت پرواز داشتیم بهترین مودا بودن. قابلیت بعدی زنجیر نقره‌ایه. شما اگه این زنجیر نقره‌ای رو داشته باشید 2 تا کار میتونید بکنید. اولیش اینه که از هر جایی که دلتون میخواد میزنید، زنجیر قلاب میشه و میرید اونجا. قابلیت دوم، وقتی انمی به شما تیر میزنه شما میتونید که با این زنجیر تیراشو دفع کنید. و اما قابلیت خفن بعدی اینی که شما میتونید توی سیزن بعدی واسه پنجره ها حفاظ بذارید. این یعنی اگه رنکاپ باشید دیگه نمیتونن اون ساختمون رو نید کنن و نمیتونن الکی شما رو اسپره کنن. سیزن بعدی کلی تغییرات داره که من یک سریاشو بهتون میگم. اولیش اینه که وقتی که انمی رو میزنید رو صفحه دمیجی که خورده رو نشون میده بهتون. دوم این که وقتی شما 50 تا پوینت داشته باشید میتونید از گاراژ نفربر رو درخواست بدید و واسهتون بیاد. و تو یکی از تغییرات دیگه اینه که شما میتونید از کمودا و جا کفشیای خونه ها هم لوت بردارید توی سیزن بعدی. اینم بود یک سری از تغییرات سیزن بعدی. من به زودی قراره که کلشو بررسی کنم. پس اگه دوست داری همه اونا رو ببینی حتما پیج منو فالو کن.